دیدم جنگل اینقدر کس داره. اول فکر کردم عاطفه‌ست، بعد دیدم نه مامان اخت پوسه. خب دوستان، من تا الان با اینکه کون پاتریک بذاریم مخالف بودم، اما حالا میگم که کسرانه پاتریک من مواد بدهید. یالا. Yeah, sure, step aside, kid, we're not. من مختار هستم و من به دنبال یک دوست دختر برای چند ماه تابستان هستم. اگر شما مجرد هستید برای من پیام بدهید. صندلی رو من گرفت، به من گفت بلند شو. بچه ها دخترها رو ببین، دخترها دارم میاد. صندلی رو من گرفت، دیدی دخترها رو خوشگلن، دیدی صندلی رو من گرفت، به من گفت بلند شو. آدم ها نفس میکشن، آدم ها انسانن. آدم ها قلب دارن. خب رالفی، اینطور که معلومه مشکل گلنج تحتانی با سن داری. بدون درمان فقط تا 1 هفته زنده میمونی. خوشبختانه هنوز وقت داری. با مصرف دارو کاملا درمان میشی. اینم نسخشه، البته به صورت شیافه. این دیگه چیه؟ برای قرار دادن تحتانیه. خب این یعنی چی؟ یعنی باید بذاری پشتت. خب ببین، من از اونجا چجوری بهتر میشم؟ فقط به همین روشه که دارو عمل میکنه رالفی. نسخه رو بگیر، دستور عمل منو دنبال کن، کاملا درمان میشی. من هنوز نفهمیدم. خدا لعنتت کنه احمق، بگیر بکنش تو کونت. انقدر پیچیده نیست، اینجاست، بگیرش. باشه. عجب رسمیه. شیر بگم خواهی ولکی گیر آقا دارد بچه کنی آی ما مردم. چطوره؟ دارم کیک میخورم. Damn, what is that, bro? بیا پایین حروم زاین رهنانی، بیا پایین دزد نان. نه راست میگی. عجب. حواسم به تک کس و شعراتون هست. فوش منویسی منم فوش بلدم. مگه فوش نده فوش بلدم. معذرت میخوام، عاشق کس ننتم. همه بچه سالی. کریستیان رونالدو. وای دادم وای ننم وای. خلافی الو سلام، هتل فردوسیه؟ بله
بله درست. سلام قربان، خسته نباشی. قربان شما. خوب هستین آقا؟ من سرهنگ قاسمی هستم. سرهنگ قاسمی هستم آقا. الان یه اتفاقی افتاده. جانم بفرمایید. الان ببین یه اتفاقی افتاده، فقط هول نکن خب. درست. کارهایی که بهت میگم رو انجام بده تا ما برسیم اونجا. اوکی؟ اوکی. یه دقیقه گوشی دسته، یه دقیقه گوشی. مصطفی برو! مصطفی! الو آقا. ببین آقا، الان یه آدم مسلح که بمب همراهشه تو هتله. بله بله. بعد الان شما یه دوربینا رو چک میکنی ببینی که این آقا تو لابی هستن یا نه؟ چک میکنم. الان چک میکنم. سریع چک کن داداش. چک کن. بدو. سرهنگ مصطفی برو. یاسر محمد. الو آقا چک کردی؟ بله آقا. یه آقا با پیرن مشکی تو هتله؟ 3 نفر هستن. 3 نفر پیرن مشکی تنشونه؟ بله. کدومش از همه بلندتر قدش؟ قد بلندتر. بدون سمت شبیه. ببین به اون همکارت بگو بره باهاش صحبت کنه. درسته خوب. باهاش سرگرمش کنه تا من بیام. چش. بهش چی بگه؟ جناب سرهنگ. نمیدونم، سرهنگم. جناب سرهنگ. فقط بهش بگم بگو معطلش کنه، باهاش صحبت کنه. اون آدم خطرناکیه ها. آقای الو. اون آدم خطرناکیه. مصطفی برو تو. ببین شما الان تنها کاری که میکنی برقای هتل رو خاموش کن. برقای کل هتل؟ نه برق کل هتل رو خاموش کنی که همه به گاه میرن. خب کس خل درو ببند. درو میتونی قفل کنی؟ درو بله همه اینجا برقیه، همه اوکی میکنم. در رو ببند. یه لحظه. ببین مامورای ما دارن میان تو. یه لحظه بیشتر رو بکنم. یه دقیقه برو. مصطفی برو. الو. آقا در رو قفل کردی؟ ببین الو. فقط برقا میمونه. نه برقا رو قطع نکن. برقا رو قطع کنی ما بیا اون تو چه گویی بخوریم. خب ببین تا شماره 3 خب اون مرده الان میخواد بیاد بیرون. خب ما هم حمله میکنیم تو. درسته. ببین تنها کاری که میکنی گوشی رو بذار زمین. مصطفی برو. الو آقا شما تنها کاری که میکنی گوشی رو بذار رو میز. ها؟ تلفن رو بذار رو میز. برو زیر میز، دستتو بذار رو سرت، داد بزن. برو تو. مصطفی برو. الو. مامورای ما دارن میان تو. برو. در قفل چجوری میخوام میام تو؟ نه تو نرو بیرون با مصطفی برو. الو. برو زیر میز. جانم. برو زیر میز. رفتم. میام. الان زیر میزی؟ الو. زیر میزم. الان زیر میزی؟ بله. تلفن کو؟ تلفن. الو. تلفن رو میبینی؟ تلفن. بله. بکن تو چونت. آقا یه روز دیگه همه بزنه قطع. حاجی خاره هتل دارو گاهیدم. خیلی مخلصی چاکری فقط برم علی حاجی لند هستم دیگه. میدونید بیکاریه دیگه حاجی، چیکار کنیم یا علی.